و مقامات انتظامی روسیه دو شهروند تاجیکستان از جمله راننده گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده را دستگیر کردند و به تاجیکستان سپردند. منابع رادیو آزادی روز 20 ایون گفتند برادران میرزا و قناعت مکملوف را هفته گذشته در شهر قزان روسیه دستگیر کردند. دولت تاجیکستان بازداشت آنها را از طریق اینترپول و یا پلیس بین المللی درخواست کرده است. گفته می شود این ساکنان دوشنبه را برای همکاری با معاون سابق وزیر دفاع دستگیر کردند. در آشوب به رهبری گنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال گذشته کم از 40 نفر کشته شدند. درباره جزئیات استرداد دو برادر از روسیه به تاجیکستان صحبت داشتم با کیومرثیتا همکارم در دوشنبه. کیومرث، خودی مقامات درباره چگونه بازداشت شدن این برادران چیزی گفتند؟ طاهر، تا حالا مقامات تاجیکستان درباره بازداشت برادران میرزا و قناعت مکملوف در روسیه و همینطور استرداد آنها از روسیه به تاجیکستان چیزی نگفتند. برای همین جزئیات رسمی، سنه دقیق و چگونه به تاجیکستان آورده شدن آنها برای ما معلوم نیست. ولی نزدیکان مکملوف روز 20 ایون در صحبت با آزادی گفتند که میرزا و قناعت از سوی اینترپول یا پلیس بین المللی بازداشت شده، بعداً از طرف مقامات روسیه به جانب تاجیکستان سپرده شدند. قبلا مقامات رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2015 هم بعد بازداشت 3 تن از اعضای خانواده مکملوف در دوشنبه گفته بودند که برادران میرزا و قناعت تحت پیگرد هستند ولی تا حال خبر رسمی بازداشت آنها را ارائه نکردند. اتهام این افراد معلوم است که به کدام جنایت ها متهم می شوند؟ بازداشت برادران مکملوف به آشوب ماه سپتامبر سال گذشته در شهرهای دوشنبه و وحدت به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان رفت میگیرد. سال گذشته در ماه اکتبر وقت مقامات صدرالدین مبارک و نجم‌الدین مکملوف یعنی برادران میرزا و قناعت را بازداشت کرده بودند، همان وقت گفته بودند که این اعضای خانواده مکملوف برای همکاری با گروه حاجی حلیم و اینچنین برای پنهان کردن یا مخفی نگاه داشتن تفنگچه شخصی عبدالحلیم نظرزاده معروف به نام حاجی حلیم متهم می شوند. حالا بررسی پرونده این 3 نفر از اعضای خانواده مکملوف جریان دارد، ولی از بس که پرونده های مربوط به آشوب حاجی حلیم در دوشنبه وحدت پس درهای بسته در دادگاه صورت میگیرد، برای همین جزئیات این پرونده ها برای ما روشن نیست. در پی بازداشت اعضای خانواده مکملوف در سال گذشته حتی مقامات انتظامی تاجیکستان گفته بودند که میرزا مکملوف یکی از اعضای این خانواده به حیث راننده حاجی حلیم خدمت میکرده است و گویا که میرزا مکملوف برادران خود را از پس خود به این گروه حاجی حلیم شامل کرده است. تشکر. همکارم کیومرثیتا از دوشنبه صحبت میکرد.